جونا جون ببینید با فکرم در ماشینش مادهی ترکنده است. اقفو بچه ها گرختیم سردارم در ماشینش بمب است. با زمین جین زند بچه ها خوب هستید؟ سرگومیزه خوبیم ممدو جونا جون ممدو خوب هستی؟ جونا جان چه حال داری؟ جونا جان خوب هستی؟ ای خدا بچه ها چه حال داری؟ خوبیم بچه شد همش شد خوب هستی؟ همش گذشت گریه نکنه جا نکنیم همش خوب شد بس آرام شد کسی ضرر ندیده است؟ خوشبختانه خوبیم سردارم. نمیدانم به شما چی بگم. حیاتی من و همسر و فرزندهایم را نجات دادید. تشکر. ما وظیفه همون رو اجرا کردیم. شکر که کسی ضرر ندیده است. معلوم می شود که چاهکن خودش زیر چاه شد. بمب در دست خودش کفید. سزایش همین. چرا اینقدر وحشی میگردد که چنین بی‌رحم می شود؟ عقلم نمیگیرد. در این دیار چنین کارها نبود. این به خاطری چی؟ که ها میکنند؟ قاچاقبران آرامی را میخواهند. آنهایی که از خون و ظلمت سیر نمیشوند. انسانگری و محبت را فراموش کردند. آنهایی که به همه کارهای حرام دست میزنند. مقال خلقی است. اجل سگ که رسید در دیوار مسجد میشاشد. نمیدانند که این دیار گذشتگان نجیب داشته است. این دیار است که افلاسی را از خاکش تازه کرده میپرتاید. یک طرح کشیده است. در هر لحظه مساعد آنها میخواهند که سر بردارند. نفرانی هستند که میخواهند در سرمایهشون سرمایه و در اعتبارشون اعتبار جمع کنند. مثل همین لوکتکی که حاضر جان داد. این فیلمنامه همیشه نوشته شده است. یکی میمرد و به جای او دیگری پیدا می شود. شکر که آنها موفق نشدند و هرگز موفق نخواهند شد. فدایی چرا موفق نشد؟ با فکرم از بیهنریش بعدا ما هم زود خبردار شدیم. برای همین موفق نشد. آقای ماریوش شما اوید این حادثه چی میگویید؟ بسیار سخنها دارم. میدانم که این حادثه به دشمنی نسبت یهودی و یا واقعا ای فرخ از دست این کار نآمد. همه این نقشه ها را برباد دادی. کبوتر فرخ کجا شو را یافت؟ در راه سردار حاضر میرسد. کنی اینجا بیاید بینم کنی چی افسانه میبافد. از پدر و پدر بزرگم میراثی دوستداری همین دیار مانده است. زبان، دین و آیین چیزی که نباشد. این دیار سالهای زیاد نمونه است برای جهانیان بهر عبرت در مسائل متحدی. من فخر میکنم که شرمندگی را بین. احمق فخر میکرده است. در حضور شما قواهای امنیتی را یک بار دیگر تشکر میگویم. باز یک بار دیگر مطمئنم که باید میمرد. این آدم باید میمرد. دیگر چنین فرصتی مناسب نمیشود. رفیقان، در آخر همین را گفتنیم که اگر این جنایت به وقوع می آمد برای وطنمان فلاکت وزنی رخ میداد.
میدانید که حاضر بحثمون چی میشود؟ اینها وطن را دوست نمیدارند، دموکراسی را نمیخواهند، خلق را حقیر میدانند. اما آنها هم میدانند که با این اعمالشان غنیمت زیادی به دست میارند. محک اساسی منطقه همین جاست. مردمش تازه و قلبهایشان صاف است. آنها به مثل کنه خود را جا کردند و خون وطن را میمکند. اگر تا این تخم کنه را از بین نبریم این اعمالشان دوام خواهد یافت. حجت شهر دادن هم نیست، همه چی آشکار است. ما چقدر جنگ داخلی کنیم آنها همان قدر براحتند. رفیق سردار، همین قدر بس. بازپرسی ها تا آخر دوام میکند. تشکر. و شما هم تشکر. شما سخنرانی سردار شعبه امنیت نجیب یلمز را شنیدید. حاضر باشد به استودیوی مرکزی برمیگردیم. تشکر رانا. بله آقای هلدون، شما این حادثه رو چه شرح میدهید؟ جای شهر دادن نیست. همه چیز به مثل روز روشن است. از موفقیت پلیس حرف میزنند. کدام موفقیت؟ پیش روی سوء رو گرفتند. اما کسی نمیگوید که برای چی این سوء قصد به نقشه گرفته شده است. کسی نمیگوید که برای چی و کی سبب شد که قصد کشتنی هموطنی یهودیمان کردند. امنیت گویا کسی را که سوء قصد داشت دستگیر کرد و با همین کارش را انجام داد. هیچ عقلم نمیگیرد که چرا بمب در ماشین سوء قصد چی کفید. و فکر شما؟ البته این بعد از سخنرانی سروزیر صورت گرفت. روی راست بعضی از هموطنهایمان را در خطر گذاشت. در کشور بدبینی یهودی ها را به پا خیزاند. همه هر جای غوغا میبردارند. امنیت وطن را زیر خطر گذاشتند. کسی پسی پرده بهانه پنهان نشود. امنیت هم. بعضی از سیاستمداران خارجی نیز سخنرانی سروزیر رو خوب نمیحسابند. همه این برای برگزاری انتخابات است. فتح دواس گفته وسوسه انداختند. حاضر صندوق بین المللی پول در حرکت است. با این رفتار دولت رانی قصابخانه را اداره کرده نمی شود. از آینده دیار نگرانم. کوشش های 100 ساله ها در یک از حد گذران. آدم را از مرگ نجادی هم باز گناهکارت میکنند. میخواهم زدن تلویزیون را میده کنم. گناه تلویزیون چیست که تو را زده شکستنی هستی؟ دیگریست فریب میکنند. همه را بین هم میشورانند. اعتبار کشور را دو تین میکنند. بس بودگی سفسطه فروشی از برای خدا. بس بودگی. جورا جون. یکی دولت است. جورا جون. ایسان کمی راحت میکند. اما مجبور نمشو گرفتم. گران افتید. رفته تلویزیون خودت را پرتو. با مال مردم چی کار داری؟ از تجربه خودم میگویم. از تجربه خودم. سردارم اجازه دهید پرتایم. یک تلویزیون نوی دیگر میگیرم. والله سر دهید اجازه دهید پرتایم. مالش. من سخنم رو گفتم. مادامی که شکستنی هستی پس تلویزیون نو میخری. اندازه 100 پلازما. قابل مرد یک. مالش فهمیدم. من شاهدم سردارم. ما شاهدم. شاهدم سردار. نه نمیپرتایم. چی شد جورا جون؟ میپرتایم گفتی اندازه 107. راستی پرتافتن آسان. حتی نوش را هم میخرم لیکن همین مبلغ باغچه فاتح کمی مشکل شده است. انا همین خیل. در این وقت جوان مرد هم بودجه دارد شیر بچه هم. در جایش مون. مرحمت آقای فرخ. ژنده پشت را کردن نتوانست. نو انگشتا در غضب است. کبوتر یکی از نفرهایمان پاره شد. مگر من هم به غضب نآیم؟ آقا در این کار ما عیبی نداریم.
تماما عیبی ما نیست. بهانه شنیدن نمیخواهم. این کار باید میشد فرخ. آخر سردار جزای این ناعهده برایت را جبران میکنی. همه مالهایت را از دستت میگیرم. جناب کمی ترحم کنید. فرخ تو را از کوچه یافتم، نان و آب دادم، کلان کردم. از پشت تو همه تشکیلات در خطر است. میدونی که از جهت مادی چقدر به من ضرر رساندی. اینقدر کاغذهایم بیهوده رفت. با همه اینها تماشابین شوم مگر؟ سردار کلش کمال به پلیس خبر داده است. این عیبی کیست؟ با زیر دستانت سخنت نمیگذرد. این ضعیفی توست. اکنون چی چیزی که داری از آنی من است. حتی سری در بالای کتفت بوده هم. شما نفهمیدید سردار. کلش کمال نقشه های ما را برباد داد. با شما بر این کارمندانی که با سخنهایشان صادقند کار کردن ذوق دارد، هرچند که زمانی دشوار است. با تو حساب من برابر نشده است کلیشی احمق. کسی که به بالا توف میکند البته بر روی خودش میافتد. یک روز در آتش خودت خواهی سوخت. مرا عادت همین است سرکمی سریگید. سوخته باز از خاکستر تولد میشوم. هم میسوزم هم میسوزانم. کاغذ کفالت را گرفتی؟ اکنون دفع شو. اما فراموش نکن که در کمترین جنایت مهمان دائمی ما میشوی. های سردار، در این دنیا همه امان مهمانه. راست گفتی. اما میپرسن که با صاحب خانه رابطه چگونه بود؟ گم شو. برای استراحت روزی خوب است. مزه آزادی را چشیدن چی گواراست. شما اینجا کاغذها را تگرو کردن گیرید. در دیوارهای محبس با توفنچه نامت را نویسم کلان کلان. بیچاره پلیسک ها، وای بر حال شما. آزادی، من آزادم. کارش رو بینه مجبور میکند که او را دشنام دهی. اینقدر بی‌حیا و خودپسند. صبر کن دستم. نوبتی سرودخانه ما هم میرسد. لیکن وی آن وقت در مردخانه خواهد بود. انشالله جورا جان، انشالله. رفتیم. زبانت خیلی دراز شده است. فکر نکن که زبانت از خودت است. آن را بریده به نزد سگ‌ها میپرتایم تا تمام شدن کارها تو را نبینم. اجازت دهید و یک امکانیت دیگر دهید. مرحمت میتوانید برایید. با اجازت شما سردار. آقای فرخ، نو انگشته از قهر چنین گفت. پروا نکنید، همین که قهرش پس شد باز مثل پیشتر میگردد. کلش بی‌ناموس، کلش خائن، تا او را نکشم آرام نمیشوم. کجاست این پلید؟ اگر با پلیس ها گفته باشد پس در آزادی است. میابمش، حتما میابم. حسابم را با او برابر میکنم. من باید کاری خیری را ببینم، باز او هم مانع کار نشود، مبادا با پلیس خبر ندهد. شد، تو رفته این کار را حل کن. از کلش که خبر یافتی به من بگو.
چند وقت شد که از لوبیا پلاوگویی زبانم موی برآورد. حاضر اپاتان با لوبیا پلاوی بهترین شکم ما را سر میکند. سردارم من هم با مثل گور گرسنه ماندم. من هم جورا جان. رعنای ملیکه هم همینجاست. ملیکه؟ بله چه زیباست. خدا چی که داده باشد نوش جان میکنیم. راه گردید. بیا میخوریم. السلام علیکم. اهل بیت. چخیر شما نوربانو سلطان. آقا الپرین شما چخیر؟ سلام سلام شما دیگید. آفرین میبینم که تو را تنها نمیگذارم. بله تنها نمیگذارم. البته تنها نمیگذاریم. حالا به ما لازم است. انسان به انسان لازم است. جسارت نباشد نمیشود. تو چه حال داری مندوک؟ خوبم رعناک خانم خوبم. خبرهای فرهنگی چه خیلی است؟ خوب امروزها روزهای فرهنگی است. اوه افا جان چه حال داره؟ خوش آمدید. مرحمت گذارید. من خوراک رو میارم. قربانو تو نزد من بیا. میشه دستم. بیا. الپرین تو چی خیلیه؟ خوبم اکای ممدوک. خوریشی دوست داشته من سردارم چی؟ تو ملکه تو در میانمان آدمی نه. یک چیز رو باید بدانی. دادا باز همون چیزها رو نقل میکنید؟ البته دخترم. ایست دخترم ما نقل نکنم. گپ زن. مادای اولی نجیبیزم. لوبیا شوربا رو از چکش جدا نمیکنیم و حتی پیشنهاد نمیکنیم. بسیار خوب. مرحمت با اشتهای تام. نوش جان. این چیست؟ سردارم آب از خورد و نان از کلان کنی مرحمت کنید. زنک لوبیا پلاوی میدونسته من دیگر است. این چیست این؟ نام این خوراک لازانیا. لازانیا خودش چی؟ محل در ترابزون. مکرونی عادی در تفدون میپزند. ملیکه پخته است. سردارم لازانیا خوراک کرادنیز است و یکی از خوراک‌های لذیذترین است. لازانیا این یک نوع خوراک ایتالیایی است. هرچی هم باشد میخوریم. به این هم مثل گرسنه میخوریم. یک مزهش رو چشید بعد انگشتانتان رو میلیسید. دیگر همچی علاج در خانه تبادلات شده است. نقشه ما با فکرم با بهار دیگر ماند. کلش کمال خورسندم که آزادی. تشکر فیفی. آنها نمیدانند که روبا هم و زودتای همه کار میبرایم. حاضر تو استراحت میخواهی؟ از محبس برآمدم. استراحت میخواهم. البته التفاتت را میپذیرم. پروا نکن. بسیار کسان آمدنت را انتظارند. مرحمت گذر. طاقتم طاق شد. مرحمت جناب. با خدا خودم را بی سلاح چون کودکی بی بازیچه حس میکنم. در آنجا شما را عذاب ندادند جناب؟ چه؟ کی غیرت دارد که مرا عذاب بگیرد؟ مرا کلش میگویند. با خدا پاره‌اش میکنم. روید شما هم استراحت بکنید. خوب شده است جناب. زاغ بدام افتید. زود می آیم فیفی. برای شکستن قفس و پرکندن آن زاغ می آیم. چیزی را آشکار نکنید. حاضر است هیچ چیز
خبر ندارد. تیار شوید میرویم. کجا میرویم؟ به شکار میبراییم. به شکار خوک میرویم. به هیچ کس رحم په نشود. جورا جان این چی خودش؟ خیر چه خیل شده است؟ به شما معقول شد؟ خیلی بامزه است. دستت درد رو نبیند. ملیکا به من هم یاد ده. برای کودک ها دیگرگونی می شود. اولی جناب بچه اولی جناب. اکای نجیب به شما معقول شد؟ میگویم که کمی دیگر خیلتر شاهانه والله با من هم معقول شده. جورا جان بابایم دویمو میگفت که علفی رو که بوز نداند یا سرش رو به درد میارد یا دندونش رو میشکند. جورا جان من در 4 سالگیم صابون‌آقای جموشوی رو خورده بودم. مزه‌اش از این بهتر بود. نپرس دوستم، روغنش هم به مثل روغن ماشین. بله. شما در اونجا چی اینقدر میش دارید؟ میگویم که در حیاتم چنین کازانیای با مزه نخوردم. تعریف دارم در دهان آدم لازانیا. لازانیا زنک نباشد با یکیت کمی دیگر گذارد باز چشم نکند مادامی که اینقدر میخواهد. من میگذارم. مادامی که فرید است خورد بسیری. وایشتی تو باش شود. سردار شما مرا کشتنید. حیف آرد، حیف روغن. کشکی که راست هم اینجا می بود. راست میگوید اپا. اپای حلیمه هم اینجا می بود. اگر خوراکت را خورده تمام کرده باشه راست به اتاقت. دیر نشده درسایت را تیار کن. مایلش داده. من چای را بیارم. در 40 سال یک جای نشسته ایم. با شیرینی صحبت را شیرین کنیم. خیریت آمدی. آفرین دستت وزنین بوده است. اویسته تر خانم. اونم اویسته. ببخشید دست کمی وزنین است.
کجاستی؟ خیری پنهان باشی به بیرون برا. خیری تو در همین جایی. خیری تو در همین جایی. این کبوتر حتما دام گذاشته است. خیری خیری داد نزن. انا آمدم. تنها اومدی؟ گوش کن. فکری بازی کردن رو هرگز مکن. فرخ ما رو فروخت. لیکن تو دیگر هستی. فکر میکنم نمیفروشی. البته تا امروز کسی را نفروختم. پول و شناسنامه خواسته را آوردم. این بچه های تو از عهده کار نمی برایند. از دستشان تنها همین کار می آید. فروختن ما را جبران باید کنی کلش. آقای فرخ، هر کار حسابی دارد. خیلی حساب من برابر شد. لیکن تو توپ رو به دروازه خودت زدی. داور هم هشتک کشید. اکنون وقتهای ایلاوگی را استفاده میبریم. سخنی آخران داری؟ چند سال قبل وقتی تجارت سلاح از تو نصیحتی شنیده بودم. میخواهی به تو بگویم؟ چی بوده است؟ با گرگان آشنایی کن، اما تبرد را هرگز نپرتا. چندین سال آشنایی داشتیم فرخ. مرا تا حال نشناختیم مگر؟ من به تابوت هم بی سلاح نمی درایم. میدانستم که به مثل تو موشهای پیدا شدنشان ممکن است. مرحمت، شما روید. به کجا می روید یک بینی؟ نزدیک نشو. نزدیک نشو. می پرانم. شد. فرمودم رو ده. من میروم. یک طرف است کبوتر. باز مغزی تو را پاش ندهم. چیزی خواسته در همین سمکه. ای خدا. خدا شگفت. باز با من دام انداختید. با نام کبوتر. سرده. سلاحت را پرتا افلاس حرام. سرده میگویم. یک طرف است کبوتر. یک طرف. زودتر جناب کلش را نجات دادن در کار. زودتر. سلاحت را پرتا. پرتا گفتم. هرچی احمق. قریب مرا میزدی. سرده گفتم. همه تا رو میکشم. حساب این رو همه تا میده. نامرد گریخت. میرویم. جناب با شما چی شد؟ زخمی شدید؟ از پسم زدن. درد میکنه. مرحمت. نرکشم. مرحمت داروید. رفتیم. آقای فرخ گریختند. مانید رود. از یک ماه زیاد نمیزید. آقای فرخ، همه مشتری ها گریختند. آبروی را ریزاندی. گپی بیهوده مگو. گویا که آبرو داشته باشی. اطراف چی فکر میکند؟ کی بودنت را همه میداند. گپ بین خودمان جره جان. گویا که در شکمم سنگ باشد. شب بخیر سردارم. شب بخیر باشم. شب بخیر. ملیکه، دخترم باز بیا. انشالله. افسوس که فرصت نشد، وگرنه به شما چای سیبی تیار میکردم. نه ما غذای لذیذ ملیکه پخته را خوردیم. مراتب دیگر با لوبیا پلاو مرحمت کنید. التفاتی ما با شما میشود. مو
ку бемоши ҷураҷон ту духтарҳоро мебарӣ майлаш ман кори оҷил дорам рафтарам дар кор шаба хайр чӣ илоҷ духтарҳо савор шавед шаба хайр шаба хайр шабатон бахайр шаба хайр اوه خیریت که یک بار به فلاکت گذشت شکر صد شکر چه اپای ملیکه اینقدر زیبا بوده است به خدا که زیبا ستاره‌اش گرم به هنر در این وقت این خیلش رو نمی‌یابی سرهنر بودنش بحث نمی شود بلکه قسمت آخرش بحث می شود توبه درو کسی به تو معقول نمی شود درو بیا گذر درون گذر مرم از سلطانم رفته در رو کشویم شاید شما سخنهای خودتون رو دارید قهوه نوشیدن میخواهی؟ حاضر؟ خودت میپذی؟ البته نه لازم نیست نه خود که معقولت نشد از وطن که دور بودم خوراکای ملی رو فراموش کردم یعنی نمیایی؟ نه باید روم میخواهم تا خانه دویده روم با همین طرز خوراک هم حل میشود وای یکون چیز گفتنی بودی؟ این ملکه فرخ نیست؟ اینها خیلی صمیمی‌اند دختر رو نگر قریب که با دهان یکیت می‌دراید پگاه اگر وقتت می بود شاید قهوه می نوشیدیم تو نمیخواهی؟ چی خیل؟ یعنی یکون چیزی گفتن نمیخواهی؟ نه پگاه قهوه می نوشیم البته اگر خواهی میشود چرا نمیشود؟ من برای گرفتن فاتح میروم و بعد در یکونجا میشینیم خب؟ مایلش شب بخیر شب بخیر انا اکنون وقتی قصاصگیری فرخ و کبوتر رسید بله ایگید در دست بمب گرفته گشتن خیلی خطرناک است کیست آنجا؟ شکر که بمب در دستش کفید و یا شاید نفری آن رو با آنجا گذاشته بود تو چی هم بگویی؟ بردار دستانت را بردار آرام شو من دوستی تو هم سلاحت رو فرار خاموش است چه خیل دوست بردار دستانت را میگویم بردار تا ببینم بسیار خوب اگر سلاحت را فراری دوست بودنمون معلوم می شود مرحبا جونکم تشکر من هم آمده خودم رو در اینجا جوخ کردم از آقای سوها شهر می دارم خواهر نشو پدرم در آنقره هستند یک دو روز پس می آیند خدایا توبه در این ساعت کی باشد شاید یگید شاید میمدوک باشد دیگر یک چیز نمیخواد خاین خیری موش بچه تو
در اینجا چی گم کردی؟ مغازه ها محکم بود. فکر کردم که از اینجا چرمز میوبم. گذر را گرد بدرون را گرد گفتم. خیری دیوانگی نکن. حتما دستگیر میگردی. سلاحت رو پرتو. من هم از ذوق زیاد نآمدم. تو رو دوست هم نمیدارم، لیکن چاره آخرینم توی. رانو کی اومد؟ یگید؟ نه یگید نبوده است. یک شناسی دیرین ها. اکنون سلاحت رو پرت و گپ زنیم. گپ زن. چی میخواهی؟ ها؟ از من چی میخواهی؟ خودت را کامل میپنداری. در اصل نامکملی. دیر باز تو را میآموزم. جوانی، شیر دیلی، از همه مهم جسوری، اما تنهایی. مگر تو نمیدانی که شیرها تنها میگردند؟ کنی گپ زن؟ تنها بودن چی بدی دارد؟ آنقدر بد نیست. فقط همین را میگویم که هرگاه که آنها خواستند تو را کشته به اخلاق تو دم پرتویند. پس چرا تا امروز نکشتند؟ ممکن حالا فرما نشده است. این را آیا فکر کردی؟ به هر حال برای هر دویمان خوب است. باید گویم که فرصت را از دست نده. فرصت زیستن را. گپ زن زودتر. اینقدر به مانند سوداگران گپ فروشی مکن. بگو از من چی میخواهی؟ حالا در اولی راهی. برای تو امتیازی رفتن تا به آخری راه را میدیم. تو را قهرمانی حقیقی کرده میتوانم. شما کی هستید؟ یکی از دوستداران وطن. راگرد. رانو چی شد؟ زر. نترس ملیکا. این احمق گویا که بازی دارد. خاموش شو رانو. حاضر به سرت میپرونم بازی رو میبینی. خواهین چی شد؟ با اون آدم هایی که امید بسته بود دستی روی گرداندن. تو رو مثل پولی مایده استفاده بردند، فهمیدی؟ همش از پشت فرخ دوستاری او. نامرد مرا فروخت. خدا تو باز از کجا پیدا شدی؟ ها خیری؟ تیریدهی دو کس را زخمی میکند. نجوم بید. با خدا میپرانم. هر جاتون رو میکشم. تو از جای نجوم. تو خودت را باز بروس لی گمان کرده کراته هم میکنی ها؟ اوه وای گردنم. نجوم بید. باید دیگر نزدیکی سید. ملیکا این چه ضربه بود؟ این رو تو از کجا یاد گرفتی؟ کوچه های امریکا خطرناک. بین خود نلقید. با خودو میپرونم. خب لیکن به من چی؟ ها؟ همه این به من چه دخل دارد؟ هر دوی ما خوب میدونیم که گفته هایم را قبول داری. در این پرونده چیست میدونی؟ پرونده توقفگاه؟ نقشه های آینده نفرانی که از پیشان هستی. اگر خواهی به معلومات تأمینت میکنم، نگاه و بینت میکنم، بعد خواهشمان را اجرا میکنی. مادامی که خودتان این کار را میدانید چرا خود اجرا نمیکنید؟ چرا من میکردم؟ ها؟ چرا من؟ زیرا تو نفری بهترینی هستی از میان انتخاب شدگان. ما دیدیم که تو با چی کارها قادری. من تنها عمل میکنم. در عکس یکی از وطن دوستداران است که باید به نزدیکی کشته شود و گناه را به سر دینداران بار میکنند. خودتان رفته پیشگیری کنید. با پروکورور و پلیس خودتان خبر دهید. این کارها با این اصول نمی شود. این را خودت خوب میدانی. راه دیگر نیست. حاضر تو باید ما را دستگیری کنی. اگر پیشنهادمان را قبول نداشته باشی اختیارت. احمق نامرد. این عملت بی جزا نمیماند.
اینم حال رو ببین آمدنم رو درست نشده است و یکی میدوزد دیگری گرفگون میگیرد. ما با این عادت کردیم، تو هم عادت میکنی. کنی یک دقیقه خاموش شوید. نامرد بی حیا. رانا دریا داری؟ باری مرا در اتاق نسخه برداری محکم کرده بودی. همه مرا مسخره میکردند. انا اکنون نوبت من. رعنای بازینگر، رعنای مسخره باز. پدر این دختر اگر شناسنامه پول را می آورد این کارها نمیشد. من نزد شما نمی آمدم. انا اکنون نیاورد و بیند. همین که گیرم در این جایها دیگر مرا نمی بینید. به این همین جایها با دلم زده است. تو کجا شدی میگویم؟ گپ زن. خدایا این کی بود؟ سلام علیکم. سلام. سلام سرکمیسر. سلام بچه ها. جورا جان چی کاری فوریه داشتی که در سحری بر وقت مرا فریاد کردی؟ بیا با درون درایم دوستم، با تو یک گپی ضروری دارم. مقصدت رو قریب که فهمیدم. رفتیم. دوستم به هر راهی که نباشد شخصیت این آدم را معلوم کن. جورا جان گفتنم شرط نیست. من این آدم رو میشناسم. خوش، کی بود است این آدم؟ این شخص رئیس ناحیه است. چگونه انسان است معلومات داری؟ جورا جان چرا در این سحر از چنین سوالو آغاز کردی؟ کنی گپ زن چی کار داری با این آدم؟ اگر دانی گپ زن دوستم، گپ زن، خواهش میکنم. این بسیار مهم است. آدمی خوب است، موفق است، اطرافیان احترامش دارند. در انتخابات آینده نیز موفق میگردد. گوش کن جورا جان، من هم به این اندازه معلومات داده میتوانم. ما فکر کردیم که تو مثل جیمز باند از همه چیز باخبری. جورا جان در ناحیه این آدم ریشدار و بیریش، روی مالپوش و بیرومو همه با مثل گل زندگی میکنند. چه خیلی که گفتم شخصی درست و عدالت پیش است. یک وقت آنجا مکانی فتنه و فسق و فجور بود. پلیس با محله ها در آمده نمیتوانست. حاضر نیمی شب میتوانید با حضور سر و گشت نمایی. با مردم محبت و انسانگری را آموزانده است. یعنی آدمی خوب است. با سر و لباس انسانها را جدا نکرده بهر مردم خدمت میکند. کورس‌ها تشکیل نمود، جایهای کاری تشکیل کرد. خلاص گپ عاشق ملت است. یگان دشمنی داشته باشد از گروه‌های تروریستی و یا افراطی، جا معما زیاد است. جورا جان با چون این آدم ها غیر شیطان کی دشمن می شود؟ گوش کن، یگان خبری به دست آورده ای چی؟ نه آخر جایی که تو باشی ما جسارت نمی کنیم. آخر تو جیمز باند هستی کو. اوه ممدو، این رفیق دربارت بوده کیست؟ با یکی تیمو خیلی مانند است. سردارم خودش است. خدا یا ساعت من عقیب مونده است و یا حالا من خوابم. سردارم اینطور نگویید. اندکی کار داشتم برای همین آمدم. تو را همه وقت چون این دیدن میخواهم. میدانی که این کاری ما از 8 تا 5 نیست. برای کار. مرحمت رئیس. سلامت باشید. سلام علیکم رئیس. سلام.
سلام محترم سردار. شما را مهمانی عالی قدر انتظار است. آقای آسیم کدام مهمان؟ پیش هم آماده بود، میشناسید. باز همان مسئله. با آن آدم ها کار نداریم. بهتر بود او را جواب میدادید. باز هم شما. سلامی آقا را آوردم. سلامی او را نمیخواهم. یک بار دیگر فکر کند گفت. به زمین در برابر سخاوتمندی چیزی نمیخواهد. برادر چند مراتب گویم این ملت فروخته نمیشود. به خیر و سخاوت میل داشته باشد، رفته مکتب شاید بیمارخانه سازد، لیکن از نام خود، از حساب خود. محترم سردار، با ما چی خلال میرساند؟ پول رو گیریم، قرضی حکومت هم باشد، معلوم دستگیرمون میشود. انتخابات هم قریب آمده است، برای تبلیغات هم پول لازم میشود. شکر برای تبلیغات هم پول هم لازم نمیشود، اما برای این دیار لازم میشود. این آقاها هم به گفتشون سرمایه میگذارند، یعنی خریداری میکنند. آقا این سخن را شنود خفه میشود. گوش کنید، آن چیزی که آقای شما را غمگین میکند مردم اینجا را خرسند میگرداند. دردی اصلی شما را خوب میدانم. از خرسندی این مردم شما غمگین میشوید. گیر سمکه پولت را برا و دیگر اینجا قدم نگذار. بس بودگیز چند بار شد می آیی؟ این مراتبه آخر بود. آقا هم چنین فکر دارد. مراتبه دیگر وقتی که اینجا آیم تو در کرسی نیستی. با اجازه شما. زود برا اجازت بود است. احمقی به حیا. فیفی درخواستم را اجرا کردی؟ بله سردار، تیاری خوب است. امر شما را انتظارم، بعد عمل میکنیم. آقا رئیس ناحیه پیشنهادتان را رد کرد. آخران آمدنت باشد گفت. به حرمتی کرد. شاید کبوتر تو از دست آمده را کردی. بگذار آخرینی خودش باشد. نوبت تو شد فیفی. رئیس امروز در کشادن کرسی حاضر می شود. مسئلهش را آنجا بین. اطاعت سردار. تو به این هم کارت را میدانی. باز دینداران کردن میگوییم، لیکن قاتل در یک دو مسجد نمایان شود، بر ضد رئیس یک دو سخن گوید، کمی باوری ناک شود. برای انتخابات در پیش ایستاده سهم خواهد شد. حتی دیگر نقشه هم دارم. کار که تمام شد بعد گپ میزنیم. فکرش رو نکنید سردار. من پیشنهادی دارم. در جنازه سردار یک نمایش دیگری تشکیل میکنیم. گویا دموکراتیا شهید داد. خوب میشود. بعد میتینگ ها میشود. مردم هم در حال آماده باشند و با همین نامزدی دیگر در انتخابات غالب می آید. نامزد آماده است. اسمش آسیم، یاردمچی خود رئیس. بعد این ناحیه باز در دستمان می شود. آنجا حضور یکدیگر فهمی بوده است، اما سخنهای خالی. اگر این دیار را بمبگذاری نکنیم دموکراتیا پیش می رود و تناب دیار را از دست می دهیم. فهمیدی فیفی؟ چوپانها چوپانی خودشان را دانند. اجازت دهید رویم. به شما اجازت. مرحمت. شاید با خود همین رئیس صحبت کنم. یگید؟ و خیر است؟ چرا خاطر پریشانی؟ و چیز غمگینی؟ نه بیا یک جا چای نوشیم، صحبت میکنیم. سردارم، کدامی از دردم را به شما بگویم؟ بیاید از پگاه دلی شما را هم سیاه نکنم. با اجازت شما من از پی کارم میشوم. خدایا چی درد دارد، لیکن
صبر کنیم معلوم میشود. چی میگویی؟ دهانت رو محکم کردم باز کوشش میکنی که لقی. خوب شد که تیمور مرد و جانش از جاغی تو خلاص شد. این چیست؟ یا توبه این شیر ویران شده است. من تلفن میکنم. با دقت باش. التماس مرا با دقت گوش کنید. نفر ما را در خانه خودمون گروگان گرفته است. من آرامم. مهم شما آرام باشید. ما وقت نداریم. از شعبه کمک به سردار نجیب و سرکمیسر یگید خبر دهید. در خانه رعنا توپل هستیم. فهمیدم. حاضر به آنها میرسونم. شخصی که ما را گروگان گرفته است خیلی نام دارد. زودتر شتاب کنید. آرام باشید خانم. حاضر به آنها میرسونم. چیکار کرده ایستاده ای؟ نمیماند که 2 دقیقه پشتم رو گردانم. دهانت رو که شد؟ مرا گوش کنی. به سرم بلا شدی کو؟ یا خدایا. شد دست و پایت بسته باشد هم باز کارت رو میکنی. انا همین طور. وای شکمم. مرحمت. ببخشید محترم رئیس همینجا هستند؟ از اینجا رفتند. به افتتاح مرکز چی لازم بود؟ من سرکمیسر یگید گندوزالب میخواستم با رئیس صحبت کنم. انا جانشین رئیس. میتوانید از اون کس ببخشید ممکن است از شما یک چیز پرسم؟ آقای یاسین این کس سرکمیسر یگید از شعبه امنیت. مرحمت گوش میکنم. کدام مسئله؟ با رئیس یک دو سوال داشتم. آیا کسی رئیس را در روزهای آخر تهدید نکرده بود؟ چه خیل تهدید برادر؟ از کجا این گپ رو برآوردید؟ من یک سوال مقرری دادم. چرا اینقدر عصبی میشه؟ اینجا ناحیه آرامترین به حساب میرود. التماس بیهوده ناآرام نکنید اینجا را. ما با مراسم افتتاح میرویم. مراسم افتتاح در کجاست؟ 2 محله پایان‌تر. تشکر. سلامت باشید. سردارم کار یهودی رو با آسانی از سر ساقط کردیم. شکر خدا میکنیم. اما تیار دیدن خوب است. آنها که به تنگ آمدند برای ترک دقت حتما نقشه دیگری خواهند کشید. از این مطمئنم. سردارم با همه اینها چه خیلی موفق شدن میتوانیم؟ پروا نکن. با جناب مدیر واخوردم. یک چند کارمند نو هم می آید. درو. سردارم پیام مخصوص با شما. حاجل است. چی شد سردار؟ خبری ناخوش؟ خیری رعنای ملکه رو گروگان گرفته. از زود میبرایم. چی؟ Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir.
Bileğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. تلفن تو در کجاست؟ در سمکه؟ کنی یک با پدر جانت زنگ زنیم ها؟ دخترم در کجای چند رو شد کجا گم شده؟ دادا جون تو رو یاد کردم چنان یاد کردم که اگر بینم بغیات میکنم لبای تو رو من میخورم چرا تو با این خیری خوشروی کاری خطا کردی؟ او را کشتن خواستی البس آخیر اکنون عمرا را بوده است دادا جون کدام خیری؟ تو مالکم نیستی، تو کیستی؟ چی شد؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ کبوتر تو از من به آسانی خلاص نمیابی برای مرا فروختن از جواب میدهی به ملکه چی شد؟ او خوب است؟ آدم بر این گپ زن وگرنه میکشمت الو پدر من خوبم خواطر نشوید اگر یک تاری مویش کم شود تو را میکشم میکشی؟ تو کبوترک تنها حشرات و پشه میکشی پول و شناسنامه را تیار کن من دیرتر به تو زنگ میزنم وگرنه دخترکت را کشته پارچه پارچه به نزد روان میکنم فهمیدی احمق؟ این روزها کمی در تنگیم و پول عاجلا احتیاج دارم. PKK با سلاح فروش روس کار دارد. با راهی مخصوص دانستم. میگویم که من میان روی کرده همه را گیرم. در این کار پولی خوب است. با کلش کار مکن. خودش یک چند وقت در بینمان نمی شود. میلش بازوا میخوریم. تا بازدید. خب آقای فروخ بعد گپ میزنیم. آقای فروخ التماس یاری دهید. کبوتر چی شده است؟ مثل گربه‌ای که دومش را زیر کردند فریاد میزنی. خیری ملکه را ربوده است. خیری ملکه را ربوده است؟ بله، اگر این حادثه واضح شود شرمنده دو عالم میشوم. خیری ملکه را ربوده است؟ به این مش بچه نگاه کن. التماس یاری کنید. مبادا به دخترم ضرری رساند. نمیخوام از قرابت شما بر این انسان محروم شوم. خواطر مشو. آن احمق کاری کرده نمیتواند. آرام باش. اینجا بیا. دادا اینجا چی می شود؟ کورس میکشای. ممکن تو طلبه شوی؟ می شوم. موسیقی هم هست؟ چرا نه پسرم؟ هست همش هست. بازی خلقی هست، خوشنویسی هست و غیره ها. چه صنعتی که داریم همش هست. بچه جونم تو خنک نخور. الو گوش میکنم. من برای اسلام و برای امارت زنگ میزنم. طبق دادگاه شورای شریعتی همون که به اسلام ضرر رسونده ای حکم قتلت برآمده است. تو مرا فهمیدی؟ برادر تو دیوانه ای چی؟ تو را برای الله میکشیم کافر احمق. تو معنای گپت را میفهمی؟ تو خود میدانی که حکم شخصی که دیگر را کافر میخواند چیست؟ گوش کن مرا. من اون نفرانی نیستم که از شما بهراسم. از شما هم ذره نمیترسم. خاموش است. همچون کافر میمیری. احمق. چی شد عزیزم؟ خاطرت نه یا دیوان افزای تلفن کرد. بیایید رفتیم. می رویم. آفرین، خیلی زیبا بازی کردی.
аввал рафта дар масҷид худатро нишон деҳ, баъд барои иҷрои фармон рав. پولم را میدهید آخر؟ медиҳем. ту дар даҳонат занҷабил мон то бӯи арақ наояд. дигараш осон. баъди ҳодиса ба ҷои вохӯрӣ биё, масъаларо ҳал мекунем. ин ҳодиса туро машҳур мекунад, ба болобудаҳо маъқул мешавад. кани туро як бинам, шарманда накун, туро бисёр таъриф кардам. парво макун. куштани ин аҳмақ ба ман завқ мебахшад. خوش آمدید. خوش باشد آقای آسیب. بخیر است سردار؟ چرا تابتون خیره؟ нафаре занг зада ким чиҳо гуфт нафаҳмидем. سردار فکر نکنید، در دنیا دیوانه کم نیست. پروا نکنید. بیایید کارمون رو بینیم. شاید پلیس رو دعوت کنیم. نه، چی لازم؟ پلیس رو با حالش گذارید. به این هم ناحیه را با یک عذاب تازه کردیم. اگر پلیس آید باز همه خراب میگردد. آخر اخبار عامه هم آماده است. یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخشی زنده میکند. نخواد. چیزی با خیلی خرسند شدم. شنیدی عزیزم؟ تلویزیون برای پخش زنده تشریف آوردن. از این پس هم عملها دیده می شود. شنیدم. از سمی زنگ تلفن خواتیرم باز یکون واقعا نشود. بیاید گذاریم. مرحمت. بچه ها خانه رو رعایت کنید، با دقت باشید. گاز این طرف، گاز این طرف. دوی شما اینجا مانید. دوی شما از پشت خانه گذارید. وای نجیب سردار، این از کجا دانست که ما اینجاییم؟ ممدو، به آواز وارد میشویم. با دقت باش. مایل سردارم. یگید خبر دارد؟ نه سردارم. اول وضعیت رو فهمیم، بعد به یگید خبر میدهیم. ای انا اکنون تمام محشودی خیری. ای وای ای تبا. میدروی. تو ببینید در درون چی گپ است. احمق‌ها، شما زنگ زدید ها؟ لیکن شما چه زنگ میزنید؟ бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. شاید کبوتر زنگ زده باشد، لیکن او نمیدونست که اینجا هستیم. چی گپ شده؟ تو کنی تو اینجا بیا. ملیکا کنی خیز راه گرد. ملیکا راه گرد گفتم. زودتر. نزدیک نشوید. سردار با دقت باش. نزدیک نشوید، من میترسم. از ترس یکم کار میکنم.
ба худо бо як тир мағзи сари раъноро пош медиҳам. хайрӣ, раъноро сар деба ту мегӯям. ором бош хайрӣ, илтимос девонагӣ накун. биё ба хуши масъаларо ҳал кунем. муҳтарам сокинони ноҳия, барои ифтитоҳи марказ ҳамаатонро хушомадед мегӯем. имрӯз барои шумо боз як кори хайр дар ин ҷо ягон чизи шубҳаовар нест? дар охир лоиҳае ки чанд вақт аз паяш будем барои хизмати шумо омода шуд. бовар кунед, хело дар ҳаяҷонам, гуфта наметавонам. ин марказ барои ҷавонон сохта шудааст. боварӣ дорам ки ин оғоз барои муттаҳидшавӣ нақш хоҳад бозид. ин инсонро ба ҳаяҷон меорад. ин ҷо маркази илму дониш аст ва баҳри хизмат омода шудааст. лабай дӯстам. ҷураҷон, дар назди хонаи раъно ҳастем. хайрӣ духтарҳоро гаравгон гирифтааст. чӣ? фаҳмидам дӯстам, зуд меоям. иншоалло дар якҷоягӣ бисёр корҳоро анҷом хоҳем дод. санъаткорону мухбирон бо мардум суҳбат карда таблиғоти пешравиҳоро мекунанд. хаткунандаҳои марказ саҳми худашонро мегузоранд. аз ҳама муҳимаш маънои аслии ватан ва демократияро хоҳанд фаҳмид. ноҳияи мо аз ҳама орому обод аст, ободтар хоҳад шуд. хайрӣ, ин амалат хуб нест. беҳтараш таслим шав. таслим шавам зиндон мекунед. фикр мекунед ки онҷо зинда мемонам? дар дарун онҳо, дар берун шумо. мо ба ту гуфтем ки чунин хоинӣ кунӣ. мо гуфтем ки худатро фурӯшӣ. як дақиқа мемду. ман дигар дар ин ҷо зиндагӣ карда наметавонам. ба хориҷа мегурезам. фикр мекунӣ дар хориҷа полис нест? туро дастгир карда равон мекунанд. агар хоҳишҳоямро иҷро накунед мепаронам ӯро, мепаронам. به این هم این رو هم شوهرش رو چشمی دیدن ایست خیری آرام شو. به همه مبارک شود. رئیس ممکن است یک رسم گیریم؟ محترم رئیس 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 شوهرم رو فرخته پسرم رئیس پسرم رئیس 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 خدایا Rådighet! Jag kan ha visat! Ista megaya! Ista katil jävla! Ista! Yori tajili ro çek zaned! Yori tajili ro çek zaned! را سوزوندم خائنا رسیلا نزدیک نشوید به خدا میپرونم او را پرونده چیزی را از دست نمیدهم به این هم محو شدم خیری آرام باش میم دوتا هم عقیب کرد گفتم که محو شدم با من کمی پول دهید خارج روم دیگر مرا نمیبینید ایستا تاکسی ایست برادر چی خیلی احوالت خوب حاضر نشوید من پلیس هستم با تو چی شد؟ پلیس هستم با شما یاری دهم کجا گریخت؟ به این طرف گریخت هیچ نمیفهمم احوالت خوب است؟ خوبم آرام باشد
به من کمک کنید یاری تجلی را دعوت کنید. کم پیشتر در اینجا جنایت رخ داد. در همایش گشاده شوی مرکز آموزشی رئیس ناحیه ابراهیم و پسر 6 سالش قربان شدند. جنایت از طرف ریشدار به وقوع آمد که نشانه از گروه دینداران است. گفته می شود که جنایتکار وقتی پراندن تدبیر گرفته است. بعد لحظه متخصصان تحلیل می کنند، زیرا این موضوع مهم بوده. عمل دینداران بودنش را اثبات می کنند. آنها را که کشت؟ برای افشا کردن این سر باید به تو باوری داشته باشم. اما هستی یا نیستی؟ میدانم که دلت میسوزد. قاتلان را میخواهی یابی. در خیالت آنها را چندین بار کشته ای. بگو با ما هستی؟ در کجا وا میخوریم؟ نصف شب و توقفگاه تقسیم بیا. تنها. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد صفا، پرودیوسر کاملجان صفا. به نقش‌ها آواز دادند فیروز ایمان، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمند موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.